آقا یه نصیحت دارم برای بچه های 18 تا 25 سال. حالا میگم زمان ما 18 و 25 فرق داشت. اینو حرف منو گوش بکنید به عنوان داداشی بزرگتر. من 26 دی تولد منو یادتون نره. میخوام یه عکس بذارم اونجا با تولد من تبریک. آقا تولد من الان دارم میگم برای من استوری نذارین، همونجا من با عکس میذارم. یه عکس ببینم حالا چه عکسی باید بذارم، اینو بهش فکر نکردم. همونجا بزنید تولد مبارک اون پایین. آره بعد چی بود صحبت چی بود؟ این چلان نصف ایران. وای تو که باز یادت رفت بابا، خارج گاییدم مثل کاسکو دارم حرف میزنم 9 ماه. صحبت چی بود؟ 18 سال تا 25 سال گاییدین حرف منو گوش بکنین. داداشی 3 تا کار رو نباید انجام بدی تو دختر بازی. 1، با هر دختری صحبت میکنی نشین این ور اون ور جار نزن. تو فکر میکنی فقط مگر تو مگه دختر بازی میکنیم؟ نصف ایران مگه جغی هم بقیه؟ نه. پس با هر کی دوست میشی به هیچ کی نگو. دوما اگر با دختر مردم حتی یک بوس رد و بدل میکنی به کسی نگو. این نمبر 2. نمبر 3 لاشی بازی هیچی تهش نیست. با یک دختر هستی قشنگ تموم بکن، بعد با یه نفر دیگه صحبت بکن. یا اگر نه، اگه همون دختر خوبیه باش داداشی. دختر بازی هیچی تهش نیست. و در آخر دختری که دوست پسر داره رو دنبال کونش ندو. از یکی خوشت میاد مجرده خجالت نکش، تکس بده خارکسته رو. مگه چی میشه؟ مگه دختر پادشاه تایلند تو رو فلکه ببندم فردا؟ یه تکس بهش بده، من از تو خوشم میاد. اگر با یه دختر عروسکی که 6 ماه تو کفش بودی دوست شدی، علی چی نصیبت گفت بیا سیگاری بکشیم، بگو ای کیرم تو دهن پدرت. نکش، به هم بزن. سن 18 تا 25 سالگی سن پروازه. سنیه که گیجی کلت نمیدونه چی به چیه، کی به کجاست. اگر 25 سالگی رو سالم رد بکنی 50 سال بعدی رو انجوی میکنی تو زندگی، لذت میبری. حالا الان چند تا ایمیل گرفتم گفتن خب دکتر اسلامی ما که 25 سال و نیم هستیم چی کار بکنیم؟ برادر 25 سال و نیم هستی هر فنیزری ادامه بده. هنوز برای اون متدی هنوز درست نه. تا من آجی بچینیم حالا اینو روی بورد بنویسیم ببینیم که حالا چه تصمیمی باید برای 25 به بالا بگیریم. ولی این 3 تا صحبتی که کردم و داداشی یادت نره، با دختر مردم دست میدی به کسی نگو. هر کاری با دختر مردم میکنی بعداً بر رفیقات تعریف نکن. با یک نفر باش. و اگر اون دختر برگشت زیباترین دختر دنیا، اگر در بدترین شرایط زندگیت به تو خورد گفت آقا بیا با هم این کارو بکنیم تو زندگیت، نکردی، به والله نکن. همه میرن، فقط اون مواد کسکش باد میمونه. فهمیدی؟ یاد نره قول دادی به من ها. چشابی رو قول دادی نا.